سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در مورد 4 تا اصطلاح صحبت کنم. 4 تا اصطلاح اینه: مارجین، بلید، کالم و گاتر. من خیلی سعی میکنم ساده و کاربردی همه اینا رو بگم و اگر که تو داری با این دیزاین آشنا میشی، صفحه آرایی میکنی، به هر شکل طراحی‌های مختلف توی این دیزاین انجام میدی، از لازمه کار و از ضروریاته که با این مفاهیم آشنا بشی. خب از مارجین شروع میکنم. مارجین چیه؟ شما یک کتاب رو در نظر بگیرید. همیشه وقتی یک کتاب باز میکنید یک حاشیه سفیدی اطراف کار هست، یعنی از لبه کار تا متن اصلی یه فضای سفیدی دور تا دور میبینید. اون فضای مارجینه، یعنی یه جوری میشه قاب کارتون. مارجین از چه بابت اهمیت داره؟ مارجین جزوی از طراحی شما محسوب میشه. مارجین جزوی از هویت بصری کار شما محسوب میشه. برای همین مهمه که چه اندازه‌ای رو اطراف کار، اطراف در واقع اون طراحیتون، اون کتابتون، اون نشریه‌تون، مجلتون، کاتالوگتون در نظر میگیرید. حالا بریم روی مانیتور بهتون واضح تر نشون بدم که در واقع مارجین چیه. من یه صفحه آچار باز میکنم. این کادر صورتی رنگ، صورتی بنفشی که در واقع این وسط میبینید، این خطیه که در واقع خط مارجین منه. در واقع مارجین میشه این فضا. این فضایی که مارک کردم، یعنی فاصله بین این خط و این خطی که برش میخوره. تو این فضای وسط چی میاد؟ حالا توی کار کتاب، نشریه، مجله، توی این فضای وسط کادر بنفش متن شما قرار میگیره و این فضای بین خالی، این فضای سفید در واقع میشه مارجین. خب چطوری تعیین کنیم این مارجین رو؟ اول که میتونید تو همون ابتدای کار، وقتی که نیو داکیومنت رو باز میکنید، همون اول که این دیزاین رو باز میکنید و میخواین داکیومنتتون رو، ابعادش رو، همه اینا رو مشخص کنید، اینجا میتونید مارجینتون رو در واقع مشخص کنید. حالا من توی یه ویدیو دیگه مفصل در مورد این صفحه صحبت کردم، لینکش رو میذارم. اگر که ندیدید یا نمیدونید حتما بریم ببینید، چون جزء پایه ها و بیس های کارمونه. میتونید اینجا توی قسمت مارجینز مثلا عدد دلخواهتون رو مثلا 20 بدید. خب من یه 20 نوشتم، تب زدم به خاطر اینکه این زنجیره خورده شده، این 20 به همه جا اعمال شده. کرییت رو میزنم و صفحه من ساخته میشه. خب حالا این قبلی رو میبندم. این صفحه جدید من. خب حالا مثلا فرض میگیرم که من باز کردم و بعدا از این فضای مارجینم پشیمون شدم، یعنی میخواستم که یه فضای بیشتری مثلا بدم یا یه تغییری بدم. ما کاملا میتونیم این رو توی فضای این دیزاین انجام بدیم. یعنی یه وقتی اگر که من اون ابتدا یادم رفت، مجبور نیستم برگردم از اول کار. من از همینجا میتونم مارجین رو تعیین کنم. چه جوری؟ میام توی لی آوت، مارجین اند کالمز رو که بزنم، این صفحه باز میشه. خب توی این صفحه من میتونم اون ابعادی که میخوام رو در واقع به مارجینم بدم، تغییرش بدم. خب من مثلا میخوام از بالای صفحه مثلا 30 تا باشه، 30 میل باشه. پایین میخوام مثلا 10 میل باشه. ببین این زنجیره اگه خورده باشه همش 30 میل میشه. اینو که قطع بکنم میتونم که اعداد متفاوتی رو به هر کدوم بدم. حالا 10 خیلی کمه، مثلا 20. از همه طرف 20. خب ببین من همینطور که تغییر میدم این صفحات من تغییر میکنم. حالا برای اینکه خیلی دیگه صفحه مشخص بشه، من یه ذره اینو بیشتر میکنم که تغییر قشنگ به چشم بیاد. خب ببینید 50. خب اوکی رو میزنم. این از این من تونستم مارجینم رو به دلخواه خودم تغییر بدم. حالا فرض کنیم یه کتاب 100 صفحه، 200 صفحه، 50 صفحه، یه صفحه که نیستش که. مثلا من اینجا میزنم اینسرت، یه 100 صفحه اضافه کنم. ببین چرا بقیه صفحات من تغییر نکرده؟ چرا همه صفحات من این شکلیه ولی صفحه 1 من این شکلیه؟ خب دلیلش اینه، شما اگر که مثلا صفحه 5، اگه بیای روی صفحه 5 میبینی تو پنل پیجز من این صفحه رو دبل کلیک کردم و آبی رنگ شد. اگر که بیام اینجا و بعد برم توی لی آوت و مارجینم رو تغییر بدم، مثلا بکنم 50، خب فقط و فقط به همون صفحه
تغییر اعمال میشه. ولی اگر که میخوام تو کل صفحاتم این موضوع اعمال بشه، باید این تغییرات توی پرنت پیج یا مستر پیج انجام بشه. خب اگر در مورد پرنت پیج هم نمیدونیم، من یه ویدیو دیگه دارم که لینکشو میذارم، میتونید بریم ببینید. این هم خیلی نکته، پرنت پیج هم جزو از بیس های کاره که حتما اگر که با این دیزاین کار میکنید باید باهاش آشنا بشین. پس من اگر که میخوام تغییر توی کل صفحاتم اعمال بشه، میرم توی پرنت پیج. چجوری میرم توی پرنت پیج؟ با یه دبل کلیک ساده دبل کلیک میکنم و وارد این صفحه میشم. میبینی آبی شد. حالا من میخوام توی جفت صفحاتم تغییر مارجین رو اعمال کنم. چی کار میکنم؟ یه کنترل رو میگیرم، این 2 تا صفحه رو انتخاب میکنم، یعنی باید جفت صفحاتم آبی شده باشه. خب حالا که اینجوری شد، انتخاب شدن، در واقع میرم لی‌آوت رو میزنم، مارجین رو میزنم، میام تغییری که میخوام و میدم، زدم 50 میل و اوکی رو میزنم. حالا وقتی بیام تو صفحاتم با یه دبل کلیک میبینم که تو همه صفحات من این تغییر اعمال شده. خب این از مارجین. مفهوم بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم کالم رو چجوری میتونیم در واقع چی میشه کالم؟ همون ستون خودمون میشه. چجوری من میتونم ستون بدم؟ چجوری من میتونم کالم اضافه کنم؟ دقیقا تو همون مسیری که مارجین رو تعیین میکردم یه گزینه است به اسم کالمز. اینجا عددی رو که من مشخص بکنم، مثلا میزنم 3 تا. خب تب رو میزنم، ببین چه اتفاقی افتاد. مارجین من تقسیم به 3 قسمت مساوی تقسیم شد. خب حالا اگه بکنمش 5 تا میشه 5 قسمت مساوی. من همون 3 میذارم بمونه. حالا گاتر چیه؟ گاتر میشه فضای بین ستونهای من. خب یعنی اگر که این رو من زیادش بکنم، فضای بین ستونهای من زیاد میشه. من همون میذارم روی 5 میل بمونه و اوکی رو میزنم. به همین ترتیب اگر که مثلا من میخوام که به همه صفحاتم این ستون اضافه بشه، بعد برم تو پرنت پیجم این تغییر رو به اعمال بکنم. ولی من حالا فقط روی یه صفحه اعمال کردم. تو چه کاری استفاده میشه؟ اگر که شما روزنامه، مجله، نشریات رو که دیده باشید، میبینید که یا مثلا کتابای نفیس، کتابای رحلی، میبینید که معمولا متن تقسیم به 2 قسمت شده، 2 تا ستون شده یا 3 تا ستون شده. این در واقع واسه حالا یه دلیلش واسه راحت تر خونده شدن متنه که خب اونجاها در واقع اگر که با صفحه آرای چنین چیزی در نظر دارید، به همچین ستونهایی نیاز دارید. خب حالا بیاین یه نمونه با هم دیگه نشونتون بدم که اگر که متن بیاد در واقع توی یه چنین صفحه‌ای چه اتفاقی میفته. من همونجور که قبلا هم آموزشش رو گذاشتم، یه متن فرضی پیش‌فرض وارد میکنم، صرفا برای اینکه ببینیم. یه با تکست باکسم یه در واقع باکس کشیدم، کلیک راست میکنم و گزینه fill with placeholder text رو که بزنم، اول کامند رو میگیرم، یه کلیک روش میکنم که این صفحه باز بشه. بهش میگم فونت عربی که به فارسی ما نزدیک تره، اون رو میگم بهش اعمال کنه و اوکی رو میزنم. خب الان اینطوری ما یه متن پیش‌فرض رو در واقع توی این صفحه داریم. میبینی الان دقیقاً توی مارجین من قرار گرفت و یک فضای سفیدی، من دبلیو رو که بزنم مثل یه حالت پریویو به هم میده. میبینید که الان این فضای سفید کاغذ منه و اینم متن منه. حالا من این متن رو یه کنترل A میزنم، کنترل C میزنم که کپی بشه و میخوام بیام توی ستون هام اعمال بکنم. خب حالا با تکست باکسم یه دونه اولی رو میکشم، یه پیست میزنم، حالا تو همینجا پیست میزنم. خب همونطور که دیدی اگه همین جوری هم پیست بزنم برام میاره، ولی مثلا اون موقع باید دستی بیام اونو تنظیم کنم، یعنی در هر دو حالتش اوکی.
همونطور که میبینی این کنار برای من یک علامت قرمز رنگ به علاوه توی یه باکس قرمز رنگ برای من آورده که این یعنی که متن من هنوز ادامه داره. خب اینو که بزنم متن رو انگار گرفتم، دوباره کپی کردم و میتونم دوباره پیستش کنم، میگیرم میره تو حافظه و من اینجا یه کلیک که بکنم، یعنی دیگه لازم نیست کلیک رو درگ بکنم، همین که یه کلیک بکنم خود این دیزاین میاد توی اون فضای ستون من متن رو جا میده و دوباره بعدی کلیک و تمام. این شد صفحه من، این صفحه من بدون ستون، این صفحه من با ستون. خب پس تا اینجا ما مارجین رو یاد گرفتیم، فهمیدیم چیه، فهمیدیم که چجوری مارجین رو تعیین کنیم، مشخص کنیم یا تغییرش بدیم، فهمیدیم که به چه کاری میاد. بعد کالن رو در واقع یاد گرفتیم، گاتر رو فهمیدیم چیه که گاتر همون کالن که همون ستون میشه و گاتر هم فاصله بین ستون همون میشه. حالا بریم ببینیم بیلید چیه. بیلید برخلاف مارجین ارتباطی با هویت بصری طراحیمون نداره، ولی موضوع مهمیه توی مقوله چاپ. یعنی وقتی که کتاب شما میره توی چاپ حتما شما باید یک بیلیدی براش در نظر بگیرید. حالا بیشتر توضیح میدم که این بیلید چیه و اصلا برای چی ضروریه. شما در واقع کتابو که میفرستین برای چاپ روی کاغذ A4 یا A5 که چاپ نمیشه، که پرینت نیستش که مثلا بگیری بری سر کوچه پرینت بگیری. توی چاپ افست وقتی که در واقع ما کار رو میفرستیم برای چاپ روی، حالا خیلی سریع و اجمالی میگم، الان نمیخوام اینو بهتون یاد بدم، فقط این که بدونید که روی یک سری صفحات بزرگی در واقع اینها چاپ میشه. یعنی که مثلا 8 تا صفحه کنار هم دیگه توی این صفحه خیلی بزرگ کنار هم دیگه قرار میگیره، بعد تا میشه و بعد برش میخوره. خب حالا توی این برشی که کتاب ما، کار ما، نشریه ما میخوره، ممکنه که یک سری دقیق نباشه این برش. یعنی وقتی که بیای اینجا نشونت بدم، ببین این خطی که میبینی قاعدتاً کار تو باید از اینجا برش بخوره دیگه. خب این خط برش شماست. حالا برای این که وقتی که میره در واقع کارتون برش بخوره، این برشه ممکنه که یه مقدار جابجایی و خطا داشته باشه. برای اینکه از این خطا جلوگیری بشه ما یک فضای اضافی تر در نظر میگیریم که به اون فضای اضافی میگیم بیلید. خب فضای بیلید رو در واقع چجوری تعیین میکنیم؟ هم میتونیم موقعی که داریم داکیومنت رو باز کردیم توی این قسمت میایم قسمت بیلید و عدد 5 رو مثلا میدیم. خب یا اینکه مثلا من این کارم باز کردم و بیلید ندادم بهش و الان یادم میفته که بیلید ندادم. چجوری بیلید میدم؟ میام توی فایل داکیومنت ستاپ رو که بزنم، توی قسمت بیلید من میتونم عدد 5 رو بدم، تب بزنم که برای کل کارم اعمال بشه. الان این خط قرمز رو میبینی اومدش، این خط بیلید منه. حالا چه عددی بدم؟ توی سایت ادوبی عدد 3 میل رو گفته، پیشنهاد داده، ولی ما توی ایران عدد 5 میل رو میذاریم، یعنی 5 میل از هر طرف در نظر میگیریم. اگر که کار ما تک صفحه بود که 5 میل رو در واقع از 4 طرف در نظر میگیریم، بالا پایین چپ راست. خب ولی تو کار کتاب چون از 3 طرف برش میخوره، ما این ساید رو صفر میگیریم. اول این زنجیر رو ور میدارم، بعد این رو صفر میکنم. خب این بیلید من برای کتاب. اگر که کارتون هم واسه در واقع دیجیتالی بود که اصلا نیازی به بیلید ندارید، این برای کار چاپی. خب این از بیلید. حالا میخوام اولی نشون بدم که وقتی میگم بیلید مهمه برای چی مهمه. وقتی که ما مثلا توی کارمون یک تمپلیت رنگی داریم یا یه عکسی داریم که تا حاشیه کار ما بیرون زده، تا از حاشیه کارمون خارج شده، اینجا ما باید تصویرمون رو
تا بلیدمون گسترش بدیم. بیا یه نمونه با هم انجام بدیم. مثلا من یه تمپلیت رنگی میدم، میخوام خب سبزش میکنم. این الان اشتباهه. من باید این در واقع صفحم چون رنگیه باید تا بلید در واقع این رو بکشم. چرا؟ چون اگر که من اگر که اینجا باشه، اگر که بره توی چاپ و اگر که در واقع دچار خطا بشه، مثلا ممکنه یه همچین اتفاق بعد چاپ مثلا یه همچین چیزی داشته باشم، خب مثلا یه خط سفیدی اینجا بیفته که خب کارو زشت میکنه دیگه. حالا در نظر داشته باشین یه تصویره، من میخوام یه تصویر بیارم تو همین قاب بندازم، انتخاب میکنم، کنترل دی میزنم، یه تصویرم رو انتخاب میکنم اینو. خب حالا ببینیم که تصویرم خیلی بزرگ اومده. من البته اینم آموزشش رو گذاشتم، میام اینجا، میتونید در واقع اگر آموزشش رو ندید ببینید. بخشی انتخاب نبود، برای همین گزینش فعال نمیشه. تصویرم رو انتخاب کردم، میام اینجا این گزینه رو میزنم تا در واقع فیت بشه. خب حالا من برگردیم به مبحث اصلی. تصویر رو در واقع اینجا گذاشتم. خب میبینین که حتما تصویر من تا بلیدم در واقع گسترش پیدا کرده، یعنی اصلا نباید. دوباره تاکید میکنم که تا اینجا نباید باشد. یه مفهوم دیگه هم داریم به اسم اسلاگ. خیلی واردش نمیشم چون اصلا ضروری نیست، فقط در همین حد یه توضیح کوتاه میگم که اسلاگ یک فضاییه که در واقع اونجا شما اگر که نوتی، حرفی، چیزی داشته باشین واسه چاپخونه، در واقع یه فضاییه که به شما، بین شما و چاپخونه، که از اون طریق میتونید با همدیگه ارتباط داشته باشید. ولی وارد فضای اسلاگ نمیشم و اصلا ضروری نیست. فقط گفتم که اگر اسمش رو مثلا دیدید داشتین کار میکردید، تصور نکنید که چه چیز عجیب غریبیه. نه، اصلا چیز عجیب غریبی نیست و اصلا ضروری نیستش. حالا من کارم آماده شده، بلیت دادم و میخوام کار رو خروجی بگیرم. چی کار میکنم؟ کنترل ای رو میزنم یا میام تو فایل اکسپورت. خب حالا سیو رو میزنم، میرم تو جایی که میخوام سیو کنم، اسمم میدم، اسمی که در واقع میخوام رو میدم، میام اینجا توی قسمت پرینت رو میزنم و سیو رو میزنم. خب توی اینجا حالا میام میذارم توی های کوالیتی، میام توی قسمت مارکس اند بلید، اینجا گزینه بلید مارکس رو فعال میکنم، بعد اکسپورت میگیرم و میفرستم برای چاپخونه. حالا بهتره که با در واقع وقتی که شما کارو خروجی گرفتین در ارتباط باشین با اون رابطتون با چاپخونه. اگه مستقیم با چاپخونه در ارتباطید یا اگر که یه رابطی دارین، بهتره که حالا اگر که فکر میکنین نکته‌ای هست که بهتره چاپخونه بدونه یا اون مسئول کار بدونه، حتما باش در میون بذارید. خب مرسی که با من همراه بودی. ممنون میشم اگر که در واقع این ویدیو برات مفید بوده، که امیدوارم اینطور بوده باشه. ازم حمایت کنی. خودت میدونی دیگه چجوری حمایت کنی، من نمیگم دونه دونه، هر طور که خودت فکر میکنی بهتره از این پیج حمایت کن. اگر که کسی رو میشناسی که این مطالب به کارش میاد، ممنون میشم که معرفی بکنی.